شد. اکثر روزنامه‌نگاران بازداشت شده با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع پس پنجره رفتند. خبرنگاران زندانی در نامه‌های جداگانه از داخل بازداشتگاه عیب‌نامه را رد کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق در یک سال اخیر چندین مراتبه حکومت تاجیکستان را برای بازداشت روزنامه‌نگاران تنقید کردند، اما تقریباً عکسی صدای از طرف مقامات نشنیدند. نش خالی است. 3 ماه پیش او را بازداشت کردند. همسر خورشید فاضلوف به سوالهای فرزندانش پاسخ عمیق ندارد، به خصوص به سوالهای آذرخش که همگی 3 سال دارد. زندگی مشکل فرزندانم میکوبم پدرشان رو. من نمیتونم چی جواب بدم. اینهاش کلام کمتر میفهمن، اینش نمیفهمن. هر شب گریه دارد پدرم کنین. دادیم چی به نمیبیان، دادیم کجا رفته که سوال میدید. من نمیدونم چی جواب بدم.